بعضی حتما باید یه آسیبی ببینن بعداً تغییر کنن. اول باید سرش به سنگ بخوره، کلی سرمایه هاشو از دست بده. برنده کسی قبل از تغییر کنه. قبل از اینکه پدر مادرتو از دست بدی، قبل از اینکه جوونیتو از دست بدی، قبل از اینکه سرمایه های مادی و معنوی تو از دست بدی، قبل از اینکه فرصت های طلایی زندگی تو از دست بدی، همیشه قبل از تغییر، همیشه قبل از تغییر با موتورش داره تکچرخ میزنه. میگن نکن خطرناکه، میگن نه حواسم هم. بعد که میخوره زمین فلج میشه، میگه من دیگه تکچرخ نمیزنم. خب تو دیگه نمیتونی تکچرخ بزنی. تا گازش میخوره همه جور خلافی رو پایه است. همچی که میشه 105 سالش استغفرالله ربی و اتوب الیه. من دیگه آنچه را خدا نمیپسندد نگاه نمیکنم. تو دیگه چشات سو نداری نگاه کنی، چه میخواد نگاه کنی؟